گرمی بخشیدن به زندگی. جشن ساده نخستین بار موافق دستخطها از دوره پادشاهی خوشنگ باقی مانده است. نبیره کیومرث پسر سیامک خوشنگ وقتی که به شکار میبراید، در وقت شکار از نزد اون مار میبراید و سنگ را به طرف مار میپرتاید، سنگ به سنگ برخورده از آن آتش میگیرد و از همان دوره جشن ساده جشن گرفته میشود. Up.